بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، این مجموعه خانه ها را شما میبینین. از این قسمت بالا هیچ چیز قابل تشخیص نیست، اما چون در میان این کوچه ها و پس کوچه ها شما گام بردارین میبینین که به ده ها بلکه به صدها خانواده نیازمند که در بساطشان در این زمستان سرد و طاقت فرسا هیچ چیزی نیست. ما در سالهای گذشته مخصوصا سال پار الحمدلله تنها در کابل بیشتر از 2000 خانواده را کمک کردیم. بسته های مواد غذایی بود و این برنامه را ما در سایر ولایت ها داشتیم. امسال نیز این فرصت بر شما و به ما دست داده است. شما میتونید که دل یک خانواده را شاد کنید. بسته های مواد غذایی است، آرد و روغن، لوبیا و نخود، چای و همچنان بخاری و در صورتی که پولش بانه 2 یا 3 دانه کمپل به اینا توزیع میکنیم. پس در این امر خیر شما سهم بگیرین. چگونه میتونین سهم بگیرین؟ بله، از طریق لینک های اکانت های بانکی سرای شهزاده، وسترن یونین، منیگرام یا هر سیستم ترانسفر پولی که شما بلد هستین میتونین که در واقع سهم بگیرین. شماره واتساپ مشاهده میکنین با اینکه میتونین به شکل مستقیم در مسنجر صفحه ما پیام بگذارین. دوستان عزیز، الله متعال در مدد و کمک بنده است تا وقتی که بنده در مدد و کمک بندگان دیگه است. کلیپ حتما شریک کنید. السلام علیکم.